اهورامزدای پاک، عرض درود و ادب و ارادت خدمت کاوشگرای عزیز، دوستان خوبم در گروه ضربیم و کانال یوتیوبی سرزمین گنج‌های گم شده ایران. عزیزان، یه دژ مستحکم باستانی داریم، یک دژ باستانی داریم به همراه نمادهای بسیار زیبا که بعضن چندین سال طول میکشید تا یک نماد و معمار زمان و سنگتراشا بتراشن و به این شکل و شمایل در بیارن و خود این دژ گویای همه چیز هست. دوست دارم سکوت کنم تا خود عزیزان برداشت هاشونو از این کلیپ کوتاه برای بنده بفرستن تا باز هم از طرف کانال هدایایی به عزیزان اهدا بکنیم. کار بسیار زیباست. لطفاً نیایشگاه ها، گوردخمه ها و رخ ها و تمثال انسان، حیوان، هرچی که میبینید رو تو قسمت نظرات برای بنده بنویسید و به بهترین و کاملترین جواب، به 3 تا از بهترین جواب ها جایزه میدم عزیزان. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. در پناه اهورای پاک باشید.